لایف عجیب، جدید و غیر قابل باور زلالا هاشمی با مختار لشکری. آیا با وقت زلالا هاشمی زنده بوده است؟ گفتنی‌های همسر زلالا هاشمی در این باره. دلیل ربوده شدن زلالا هاشمی در کابل چی بوده است؟ گفتنی‌های تازه همسر زلالا هاشمی کاملا به دور از تصور. همسر زلالا هاشمی چرا تصاویر ربوده شدنش را در صفحات مجازی نشر کرد؟ زلالا هاشمی در چه وضعیتی است و برنامه‌های جدید همسرش؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زلالا هاشمی دختر خانم هنرمند، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زلالا هاشمی با اشتراک در برنامه پرطرفدار ستاره افغان تلویزیون جهانی طلوع توانست در مدت خیلی کوتاهی به اوج شهرت و محبوبیت رسانه‌ای برسد. این همه در حالی از زلالا هاشمی هنرمند جوان کارهای هنر موسیقیش در میان مردم افغانستان موجب حمایت گسترده قرار گرفت. زلالا هاشمی برنامه هنر موسیقیش را به طور خوب پیش می‌برد و توانست مقام دوم را در برنامه ستاره افغان تلویزیون جهانی طلوع از آن خود کند. این همه در حالی است که تازه تصاویر زلالا هاشمی توسط شوهرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که زلالا هاشمی به شکل عجیب در کابل ربوده شده است. دلیل ربوده شدن زلالا هاشمی تاکنون به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست، اما شایعات مبنی بر این که زلالا هاشمی زنده بوده است در صفحات مجازی دست به دست شده است و گویا زلالا هاشمی با مشهورترین چهره‌های رسانه‌ای افغان لایف آمده است. ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت داشته باشد. زندگی خوش و آرامی برای زلالا هاشمی با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلالا هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا درودی دیگر. شما خوبان را والله منان امانت گذاشته. موفق و کامیاب باشید.